پارچه زمین اون وقتی به کسی فروخته یا داده می شود که رفرندوم گذرانده می شود، شهروندان تاجیکستان آواز میتن. اما کسی از شما نپرسید. در اینجا رحمانوف یک نفر خیانتکار در تاریخ ما ثبت شد. فرزند رحمانوف واقعا برای کدام خدمت‌هایش گنرال گرفته است؟ نه، این یک عمل احمقانه از جانب پدر بود و از جانب پسر یک عمل احمقانه بود که این چیزا قبول کرد. هر کاری که اطراف این بود، این نفر احمق هستند. سوال می شود چون این سوال که ارتش تاجیکستان آیا میتونه کاری را انجام بده؟ یک کاری را میتونه انجام بده. چی کاره؟ مردم خود در منطقه سرکوب کردن و قتل رساندن. مردمی که بدون یراق اصلی هست یا که اگر یراق اصلی های کوچک هم که دارن، اینها را میتونن اونجا را احاطه میکنن، 4-5 هزار سرباز جمع میکنن. خب مردم از سرکوب میکنن. این واقعه ها را شما دیدین، شنیدین و میدونین. اونقدر سالهای طولانی نگذشته که فراموش کرده باشید. آیا سوال اینجا است که ارتش تاجیکستان مهارتی دارد که پارچه های زمینی ما را نگاه کند از همسایه کشورهایی که امروز طلب پارچه زمین دارند؟ البته که نمیتونند. از طرف افغانستان شما میدونید که زیاد نفر دخترها برده شدند، مردها دزدیده شدند، قاچاق خواب مواد مخدر میشود، میروند میرن از اونجا. ما بغیر از بیزنس های خودشون معلوم است چقدر چارواها را گرفتن به طرف افغانستان بردن. این چیزا را میدونید. تاجیکستان یعنی که نمیتونه طرف مرز خیتو. آیا وقتی که پارچه زمین داده شد از کدام شما پرسیدم رفرندوم گذشت؟ نه، در سرقانون اونها اومده است که پارچه زمین اون وقتی به کسی فروخته یا داده می شود که رفرندوم گذرانده می شود، شهروندان تاجیکستان آواز میتن. اما کسی از شما نپرسید. در اینجا رحمانوف یک نفر خیانتکار در تاریخ ما ثبت شد. به چه خاطر؟ به خاطر که پارچه زمین ما را بدون پرسش مردم به خیتای فروخت. بعضا نفرها در اینن که برای چندین سال اجاره، نه، وطن شما را فروختن، پارچه زمین شما را فروختن. یک نفر اسمش در تاریخ ما جا گرفت. ما نمیتونیم که رحمانوف و اسمش از تاریخ ما پاک کنیم، گرچند که ما کرسیش را برطرف کنیم، هیکلش، رسمهاش، اما ما این نفر از تاریخ برطرف کردن نمیتونیم. این نفر در تاریخ ما همچون یک نفر ظالم، دزد، رازن، بیناموس و از همه اینها کلانتر یک نفر وطن فروش اسمش در تاریخ ما میماند. این وطن ما را فروخت به خیتای. اما در اینجا گپ دیگری هست. در این هستن که خیتای ابرقدرت است، ما نمیتونیم زمین خودمون دفاع کنیم. بگذار چنین باشد. واقعا بله، چین ابرقدرت است. ما رو برمیگردونیم به طرف قرقیزستان، یک کشور همسایه ما که تا سالهای 2000 ما خیلی خوب میدونیم که نظر اونها نسبت ما چگونه بود، در مرز چگونه بود و امروز چی گپ شده است. خوب اون چیزا را یاد دارم. از نمیخوام که به عزت نفسی کسی برسیم، نه به همسایه همون و غیره و چیزا نمیخوام حرف بزنم. اما تا سالهای 2000 این گپ ها نبود. این گپ ها، این کارهایی که امروز میگذرد نبود. ارتش تاجیکستان امروز حتی قدرت ندارد که دفاع کنه پارچه های زمینیشه. ما گفتیم، امروز میگیم، در آینده هم خواهیم گفت که پارچه زمین نوابسته از اونی که کی میخواهد که پارچه زمینیت را آزاد کنه، باید بر راههای دیپلماتی حل کرد که این رو حل خودش پیدا کنه. اگر که بر راههای دیپلماتی حل نشد، در جایی که جنگ باشد باید که جنگ اعلام کرد، وطن خود دفاع کرد. فرق ندارد که اون نمیدونم سیاهستان است، سفیدستان است، سنگستان است، کلوخستان است، هر کسی که باشه نباشه، دفاع کردن پارچه زمین این وظیفه ما و شما است. بر راه دیپلماتی نمیفهمم، آماده جنگ باش، پارچه زمین تا دفاع کن. این گونه باید باشه. اما امروز ارتش ما فقط میتواند که مردم بی‌عراق خودش در داخل قتل کنه، زندان کنه، برهمونه. اما در سرحد وقتی دیگرها هجوم میکنن، ارتش ما یک ارتش ایمپاتنت است، متاسفانه نمیتونه، قدرت نداره، روز تا روز در زینه‌های پس و پس میرسن. نظرها چنین است که ما نباید برای رژیم امروزه خدمت بکنیم. فکر من در این است که باید ما و شما خدمت کنیم.
چگونه که ما در مکتب میخونیم، چگونه که ما در دانشگاه عالی هستیم، چگونه که فرزندانمون را در بخچه روان میکنیم و همه اینها این روزا در خدمت رحمانوف هستند که ما نمیتونیم فرزندمون را روان نکنیم مکتب که علم نگیره. همین گونه هم ما نمیتونیم فرزندمون را روان نکنیم به ارتش. این سیستم هم میرود، رحمانوف میرود، همه این دو راهزن ها میرود. اما ما و شما باید چگونه که در یک مکتب 10 سال میخونیم علم دانش در آینده استفاده میبریم، همین گونه باید ما بریم برای 2 سال است، 1 سال است، 6 ماه است در ارتش وقتی خودمون را سپری کنیم چیزی را با آموزیم تا که در آینده چگونه که علم استفاده میبریم این مهارت هم برای دفاع کردن وطن استفاده بریم. این گونه هست. این چیزی هست که سوال میشود که فرزند رحمانوف واقعا برای کدام خدمت هایش گنرال گرفته است؟ نه، این یک عمل احمقانه از جانب پدر بود و از جانب پسر یک عمل احمقانه بود که این چیزا قبول کرد. هر کاری که اطراف این بود این نفر احمق هستند، این چیزا همشون باید برطرف کرده بشود. یک نفری که بر رتبه گنرال میرسد باید تمام نازکی های این ساخته را باید از خود بکند، تمام نازکی هاش. من مطمئن هستم که آدم حربی وقتی حتی با چشم بسته صدای تیر میشنوه باید بفهمه که صدای تیر از کدام سمت آمد، از چه قدر مسافه آمد و از کدام یراق زده شد. آدم حربی باید این چیزها را بدونه. من مطمئن هستم که اینها را وزیرشون این کار را بکن نمیفهمه، نمیدونه که صدای کدام تیر بود، نمیفهمه. خب به همین خاطر امروز در تاجیکستان نه تنها در ارتش، در تمام ساختارها نفرهای نامناسب در وظیفه هستند. این سیستم ها باید توضیح کرده بشه. ما و شما نیاز به این چیز داریم. سوال این است که ارتش ما چگونه باشه؟ کم باشه، زیاد باشه، به مبلغ میتونه؟ من زیر این چیز هستم. در کدام حالت؟ در بعضی کشورهایی هست که مثال میگیریم اون کشور لازم دارد که 1 میلیون سرباز داشته باشه، از این زیاد لازم نداره اما اهالیش زیاد هست. خب نمیتونه که اینها را جابجا کنه. به همین خاطر چیکار میکنه؟ نفرهای دیگر را 1 میلیون سرباز برای خود میگیرد. خب و نفرهای دیگرش هم که شما باید چیکار کنید؟ پرداخت کنید. در اینجا اختیار میذارن، یعنی که نفرهایی که میخواین خدمت کنین بیایید و نفر از 1 میلیون کشید ما تمام میرم من میکنیم، نفرهای دیگرش ما پرداخت میکنیم. یا شرط ناموی. اما در منطقه‌ای که ما و شما قرار داریم این چیز درست نیست. باز تکرار میکنم منطقه ما، موقع گئوگرافی ما را خب دیگر لازم نمیدونیم و اجازت هم نمیده که ما در اونجا ارتشی ضعیف داشته باشه. باید ارتش ما ارتش پرقدرت باشه. ارتش ما باید خیلی خوب تامین کرده باشه و ارتش ما نیاز زیاد به تکنیک و خب چیزها نداره. باز میگم ما 93% ما قوی است، باید در اونجا ما زیادتر بیشتر پرقوت کنیم، مهارت جنگی خودمون مطابق همون منطقه‌ای که قرار داریم. این گونه باید باشه. و همچنین اگر رفت در آینده همین الटरनेटिव گذاشته بشود که میتونه که یک تعداد پرداخت بکنن خب به خدمت نروند، من حتی این فکر شخصی از همجای شهروند من زید هستم که فرق کننده نباشد بلیت حربی این دو طایفه گفت یا دو قشر گفت. یک نفری که میرود در اونجا زحمت میکشه، عذاب میکشه، چقدر خوب کوشش تلاش میکنه و علم میگیره برای آینده، نمیشه که این را در یک صف گذاشت با یک نفری که پرداخت میکنه و چیزی را از خود نمیکنه. من در این چیز زید هستم. از نگاهی من این چیزها باید که درست جدا کرده بشه. درست. خب و برای فرزندهای نفرایی که ثروتمند هستند، دارا هستند، دیگر میتونن امروز هم که نمیروند، خیلی کم هستند و اگر هم که بروند براشون اون مبلغ هیچ گپی نیست، پرداخت میکنن رفتن دیگر استراحت. از نگاهی من باید که ارتش حتمی باشه، آورده بشه برای 6 ماه است، 1 سال است، 9 ماه است. خب اون چیزی است که مردم باید قبول کنند. حتما باید که هر یک شهروند سالم تاجیکستان فقط به خاطر از خود کردن همین علم حربی باید وقت صرف کنه تا که در آینده بتونه دفاع کرده کشور. این چیز است. ما در جای وضعیت خوب یک منطقه نازل قرار داریم و این چیزها را ما لازم داریم. باید ما آماده باشیم. زنها، مردها همه باید که ما از خود بکنیم این علم.
خب آید 23 فوریه چگونه که پیشتر ذکر کردیم، این روز من همچنین شهروند تاجیکستان یک روز میدونم که هیچ ربطی به تاریخی ما ندارد، به مردمی ما ندارد. این از شوروی است و از زمان شوروی است که ما در داخل شوروی نبودیم، یعنی از سال 18 است. سال 18 ما در حیات شوروی نبودیم. این به ما هیچ ربط ندارد. باید ما یک روز دیگر برای خود انتخاب کنیم و امیدوار هستم که ما و شما انتخاب میکنیم. در آینده یک ارتش خیلی خوب خواهیم ساخت. وگرنه وقتی که ارتش خوب نباشد، همین گونه پرچه های ما را از هر طرف از خود میکنند. اگر تا این زمان هر کسی که خاموش بود، هر کسی که تا این زمان ها خاموش بود، سببش انا همون ارتشی سالهای پیش بود. انا همون جوان مردا تمام اشتباه و هر چیزی که بود. ما بین خودمون جنگ شهروندی داشتیم، اما یک مهارت جنگی گرفتیم. دیگرها از ما ترس داشتن. هیچ کس طرفی پارچه زمین ما چشم نمیکرد. هیچ کس. امروز باشد هر کسی میخواد که یک پارچه زمین ما رو از خود کنه و ما ارتش نداریم که اینها را دفاع کنه. اگر که ما در آینده ارتش خودمون خوب آماده نمیکنیم، همین گونه قسمت میشه، پارچه زمین ما از دست میرود و نسل آینده ما و شما را لعنت میخواند. الان نزد ما و شما یک سوال هست در تاریخ. روزه میشود که نسل آینده ما و شما را میپرسد که پارچه‌های زمین وقتی که دادن تو در کجا بودی و برای چه خاموشی را اختیار کردی. امیدوار هستم از این سوال صحبتی که ما و شما در یک گذراندیم منفعت برای جامعه ما و شما باشد. تشکر به همه نفرهایی که امروز در صف مبارزان هستیم. اگر که امروز ارتش ما ایدئال نیست که جوان مردم ما پیروی کنند، بخوان به کسی مانند باشند در رفتار، گفتار، کردار، عمل و تندرستی یا که دفاع کردن وطن، من امیدوارم که امروز جامعه حداقل یک چیزهایی را از مبارزان می آموزند. امیدوارم که در جای ارتش امروزه یک چیزها جوان مردی را، وطن دوستی را، وطن دفاع کردن مبارزان برای جامعه می‌آموزند. نه واسه از اونی که اون از حرکت 24 است، نهضت اسلام است، حزب سوسیال دموکرات است یا کدام دیگرش. امروز یک کارهای را انجام میدن برای جامعه ما. امیدوار هستم که همه اینها مفید است برای آینده. تشکر برای دقتتون. با شما بود هموطن شما سهراب ظفر. اگر که عمر باقی باشد باز صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.